بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان مبارک 3 دهه تقسیم شده. خب دهه اول، دهه بعد، دهه اخیر. هر کدامش یک دعا داره. با این مخصوص نیست، هر دعا را بکنیم میشه، لیکن این دعا یک طریقش هست که رسول اسلام این بیشتر میخوانده. دهه اول رمضان دعایش است: رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. رب اغفر، ای خدا مرا ببخش، وارحم، سر من رحم کن، و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کننده هستی. این در دهه اول میره بخون رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. در دهه اخیر چه دهه وسط این دعا را رسول اسلام میخوان، میگه استغفر الله العظیم من کل ذنب و اتوب الیه. ای الله بخشش میخواهم از هر گناه. 11 ما هر گناه از ما سر زده، از کلش بخشش میخواهم و اتوب الیه، و تو رجوع میکنم. این در دهه وسط رمضان بخوانید. دهه آخرش اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این دعای شب قدر است. شب قدر دهه اخیر است، نه؟ این دعا رو بخوانید، خیلی مفید است. الله تعالی رحم میکنه، الله تعالی به ما شما مشکلات حل میگرداند. آمدیم در یک مسئله دیگر که همه مشکلات ما شما را کفایت میکنه. عبدالله ابن خبیب یک صحابی است. او میگه از پدرش روایت میکنه. پدر خود از پیشش روایت میکنه، نقل میکنه. میگه پدرم یک شب بارانی بود. عبدالله ابن خبیب میگه پدرم یک شب بارانی بود، تاریک بود، به خاطر جستجوی رسول الله اسلام برآمد. این شب تاریک و بارانی از خانه برآمد که پیش پیامبر اسلام زیارت بره، ملاقات کنه، قصه کنه، از اونا فیض و فیوزات بگیره. آتم رفت میگه رسول اسلام را در یک جای پیدا کرد. در یک باغ بود، یک محله بود. اونجا رفت پیش رسول الله اسلام. وقتی که اونجا رفت، پدرم که روبرو با رسول الله اسلام شد، رسول اسلام با پدرم گفته که قل بگو. پدرم گفته که چی بگو؟ من پیغمبر خدا. بار دوم گفت میگه بخوان بگو. پدرم گفت میگه چی بگم؟ 3 دفعه تکرار کرد. در دفعه سوم که شد میگه رسول اسلام گفت بگو قل هو الله احد. تو یک چیز یاد میتونم؟ قل هو الله احد 3 دفعه بخوان. صبح قل اعوذ برب الفلق بخوان 3 دفعه. از طرف صبح قل اعوذ برب الناس هم بخوان 3 دفعه. یعنی 3 سوره ده 3 دفعه بخوان. قل هو الله احد الله الصمد الله الفرد، کل بتنا داره. قل اعوذ برب الفلق هم 3 دفعه بخوان. قل اعوذ برب الناس هم بخوان. تکفیک من کل شیء. همه مشکلات را کفایت میکنه. امین روز حادثه سر به الله دفع میکنه، دکانت حریق میشده باشه الله دفع میکنه، بچه موتر میزده باشه الله دفع میکنه، دخلت دوز میزده باشه الله نگاه میکنه، خانه دوز میزده باشه الله نگاه میکنه، موتر تصادف میکنه باشه الله نگاه میکنه، خانه تا بچه تا دختر تا مردم جادو میکرده باشه کلش کفایت میکنه، دفع میکنه. یعنی هر نوع مصیبت، جادو، جین، هر بلایی که در زندگی خانواده رخ بده، این میره 3 دفعه بخوان تکفیک من کل شیء، از همه مشکلات کفایت میکنه. بسیار زیباست، بسیار زیباست. کل بتنا داره. صبح که کسی در کار میره 3 دفعه قل هو الله احد بخوان، سوره اخلاص میگه. قل اعوذ برب الفلق بخوان، قل اعوذ برب الناس بخوان، وسیله موتر بشه. الله حفاظت میکنه از همه مصیبت ها. بسیار شکایت میکنه، میگه خانم جادو شده، دخترم جادو شده، زنم جادو شده، هزار در بدری ها را میگه که تو شده، ولیکن چی است؟ اینی میره بخون کل مشکلات تا کفایت میکنه. یک دعا. دو حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. یعنی میره صبح که 7 دفعه بخون، شما 7 دفعه بخون، تمام مشکلاتی که داشته باشه نجات پیدا کنه. مشکلات فقر، بیچارگی، مریضی، دربدری، همه یا گرفته هستی، غمگین هستی، 7 دفعه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آخر سوره توبه پاره 9 است. اینو مجرد ببینید، این را بخوانید. چی گفته؟ 7 دفعه بخوان، تمام مشکلات حل میکنه الله تعالی. چه معنی؟ کوتاه ولیکن کفایت کننده همه مشکلات است. محمد بن کعب میگه
ما یکی در مجاهدین بودیم. ببین که همه مشکلات الله تعالی برکتی صورت دفع میکنه. میگه که در مجاهدین ما با سرزمین روم رفتیم. روم سفر کردیم. اونجا رفتیم، یک نفر ما از بین مجاهدین اثر است که هفته ران شکست. ران اینجای بسیار استخوان دبل اینجا شکست، میده شد. از یک طرف دشمن این لاش زیر ما کجا کش میکنه؟ دکتر نه بسته میکنه دیگه نیست، استخوان دقیقه سیز برامد. ما رفتیم یک ذره نان و نوشابه و آب پیش ماندیم، گفتیم زنده بودیم مورد خلاص. ما رفتیم در جهاد رفتیم. میگه این آدم میگه که من این مجاهد میگه کسی به پیش ما آمد، کسی به پیش ما آمد در این حالت که اونا رفت ما اینجا تنها ماندم. ولیکن ما چه میکردم؟ امی یک مقدار مواد بود، آب بود، نان بود، میخوردم. پس اونا رفتن. یک کسی پیش ما آمد گفت چی شده؟ گفتم استخوان ران شکسته. استخوان ران شکسته. باز گفتم که درد میکنه. باز مرا گفت، میگه اون نفری که آمد در خواب، میگه دست اینجا بگذار این آیت بخوان. فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم بخوان. پس وقتی که میخواندم میگم دست اینجا گذاشتم، پس میکنم استخوان پایم جوش شده است. ایرا روح المعانی یک تفسیر است، هم نقل کرده استخو که الحمدلله این وظیفه را میگه چندین سال میشه من به زبان خود ورد میکنم. این آدمم میگه که همیشه به حکم پروردگار در هر جای میرم این مصیبت به پیش رو بخونم میتن. استخوان میل شدگی مجاهد با خواندن این آیت الله متعال شفا میتن و جور میشه. یاد اسبکی پس میره میگه چی شد؟ پروردگار این آیت ورد کردم با پای من شفا بخشید و پای من جور کرد. متوجه است؟ نسخه های جلالت در قرآن یا دن ما شما زبان و رزق ما شما پاک نیست یا اخلاص تمام اخلاص نیست دیگه. وگرنه قرآن کریم چی میگی؟ کجای ترمیم بکنه؟ اقتصادت رب چه رقم سمت خانه نشستن رب انزل مزلون بارک و انت خیر المنزلین. صبح 21 دفعه بخوان، دیگه 21 دفعه بخوان، الله برات خانه میده. یکم تا از رنج بیاوریگی چی میکنه؟ نه شکایت داره. ربنا انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. صبح 21 دفعه بخوان، دیگه 21 دفعه، لیکن در اخلاصی برای الله بخوان. باز یک دوستان جان نه که مولا صد خدا کسی خیمه هم نداره. ایتا نگو اون اخلاص به خاطر الله، به رضای الله، به اخلاص، به دل پاک، به رزق پاک، به نفس پاک، پس الله برایتان میده. و هر نسخه که میشه در قرآن وجود داره. الله به شما توفیق بده که این ذکر بخیر بخوانید. و صلی الله علیه و سلم.